فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون قادری پرسیدن که تشکر کردن از شما و از برنامه، گفتن که من با پسرام خودم ازدواج کردم، خواهرامون با همدیگه شیر خوردن، آیا ازدواج ما درست است؟ با پسر عموشون ازدواج کرده و خواهراشون با هم دیگر شیر خوردن. نه، در این صورت هیچ اشکالی نداره، ازدواج این دو نفر کاملا صحیح است. این که خواهراشون از هم دیگر یعنی از مادرایشون یعنی شیر خوردن، این هیچ گونه تأثیری بر ازدواج این دو نفر نداره. این یک قاعده کلی من عرض بکنم خدمت شما برای بحث رضاعت و شیرخوارگی. وقتی که یک فرزندی از یک خانواده دیگر شیر میخورد، یک فرزندی از یک خانواده دیگر غیر از مادر اصلی شیر میخوند، این به این معنی هست که این فرد رو از این خانواده برداشتی داخل اون خانواده گذاشتیم. وقتی که این فرد داخل خانواده دوم میرود، تمام افراد اون خانواده برای این فرد حرام هستند. اما افراد اون خانواده دومی برای این خانواده اولی هیچ گونه حرمتی رو ندارند، یعنی کاملا برای هم دیگر یعنی جایز هست که با هم دیگر ازدواج بکنند. در این صورت ازدواج ایشان درسته و خواهر و برادر بودن خواهران و برادرانشون به صورت رضایی هیچ تأثیری در ازدواج خودشون نداره.